فاطمه خانم کلاس چندی؟ چهارم. جشن تکلیف گرفتی؟ دیگه نمیشه معاشرت کرد. بگو ببینم، بگو خانم. من امروز تولدم بود. بابام بهم یه هدیه داد، اونم هدیه من شما بودین که تونستم شما رو ببینم. الان اومدم پیش شما، میتونم حالا که به سن نرسیدم به سنم، میشه شما رو یکم بغل کنم؟ بغلم کنیم. باشو بیا اینجا بغل.